اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. کپی 40 وات آیفون 17 هم اومد. ولی اصلا نگران نباشید، من اینجام تا روش تشخیصش رو بهتون بگم. جالب ترین روش هم آخر ویدیو بهتون میگم. همراه ما باشید. اولین چیزی که باید چک کنید عکس خود محصول روی پکینگه. مدل بالا مدل اورجیناله. همونجوری که میبینید مدل اورجینال عکس تیره تری داره، ولی توی مدل کپی کاملا یه عکس سفید داریم. توی مدل اورجینال یه سایه دور عکس خود محصول هست، ولی توی مدل کپی هیچ سایه‌ای وجود نداره. غیر از اونم این پلاگ فلزی توی مدل اورجینال دوندون فلز معلومه، ولی توی مدل کپی اصلا معلوم نیستش. دومین چیزی که باید چک کنید لیبل سریال نامبر شارژره. توی مدل اورجینال همونجوری که میبینید یه رنگ شیری رنگ داره که بیشتر شبیه خود پکینگه، ولی توی مدل کپی کاملا یه لیبل سفید رنگ داره. سومین چیزی که باید چک کنید این قسمت زیپ پلومه. این قسمت زیپ رو اینجوری برمیگردونید، توی مدل کپی این تا خورده تا کاغذ ضخیم بشه، ولی توی مدل اورجینال وقتی اینو برمیگردونید تا نخورده و خودش مقوای ضخیمه. جالب ترین نکته توی مدل اورجینال کنار این فلش زیپ این گوشه یه فرو رفتگی سوزنی وجود داره، انگار که با یه سوزن ترگرد فشار داده باشید و فرو رفته باشه. امیدوارم توی ویدیو کامل افتاده باشه، ولی توی مدل کپی اصلا همچین چیزی وجود نداره. یه نکته هم بگم خدمت شما دوستان، خیلی‌ها ملاک اورجینال بودن شارژر رو این میدونن که وصل کنن به مکبوک و سریالش توی مکبوک بیاد بالا. اصلا این ملاک نیستش دوستان. همین الان توی بازار ما شارژر 20 وات 500,000 تومانی وجود داره که سریال نامبرش روی مکبوک میاد بالا. این اولین سعی چینی‌ها بوده، مطمئنا از این بهترش هم خواهند زد. ما رو فالو کنید، این پست هم بفرستید برای دوستاتون.